واقعه متشکی که در شهر رخ داد. نشست خبری اجرا کننده وظیفه رئیس شهر کنیبادام در آخر ماه ینور بیشتر به موضوع کشتارهای وحشت انگیز و وضع کنونی زندگانی ساکنان ربط داشت. دوران زاهدزاده به دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیش در رابطه به این حادثه معلومات بیشتر نداد و تنها اعلام کرد که تحقیقات قتل‌های زنجیره‌ای زیر نظر دادستانی کل و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ادامه دارد. هستند حالی هم دروژتچیانی خالقی که اختیاران تکرار میکنم اختیاران امروز برای مساعدت کردن با کار مقامات حفظی حقوق منصر گلخان‌ها شدند. ما در تمام ملاقات‌هایی که من همچون اجرا کننده وظیفه رئیس شهر در جماعت‌های دهات ملاقات کردم، اشتراک کردن. هم پروکورور شهر هم تعیین شدم، سردار شعبه کارهای داخلی نو تعیین شدم، سردار کمیته دولتی امنیتی ملی در شهر نو تعیین شدم. در همه ملاقات‌ها همراه بودیم و سوال‌هایی که مردم گذاشتند جواب مشخص داده شد و من همچون اجرا کننده وظیفه رئیس شهر کاملا گفته میتوانم که وضع معتدل است. به حساب رسانه‌ها در پی کشتارهای پی در پی سال گذشته 23 عضو 7 عائله در این منطقه به طور مرموز کشته شدند و ساکنان را به تشویش انداخت. این حادثه ها نگرانی ها را به میان آوردند، زیرا در اول شخصان ناشناس شبانه با نقاب در کوچه ها می گشتند و نوارها از گشتگذاری آنها نیز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. روز 21 دکبر سال گذشته دادستانی کل کشور از بازداشت 4 گمانبر در صادر کردن این کشتارها خبر داد و گفت جنایت کشتارها در شهر کنیبادام گشوده شده، علیه بازداشت شده ها پرونده باز شده است. حالا تفتیش این حادثه به کجا رسیده است معلوم نیست، ولی گفته می شود که احتمال شخصان دیگر نیز به این گروه جنایی همراه هستند. امروز نسبتی جنایت هایی که همین گروه متشکل سالهای پیش صادر کرده بود کاربری رفته ایستاده است و بار دیگر تکرار میکنم که من تفتیشات معین میکنه تا چه اندازه حالتی که همین واقعی که شد سهمی در ناخنک هر یک اعضای همین گروه متشکل معین کرده می شود. این کار تفتیشات است. ممکن بعد اونی که من فکر ایدار کنی میشد موادها سود برود بعد هنگامی بررسیش معین میشد. خب حالا تفتیشات رفته ایستاده است. از این پیش طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی به پرونده صالح جان خدایبردیف، احد جان تختایف و منوچهر عادلوف 3 گمانزد به کشتار در کنیبادام اتهام‌های نو از جمله اوباشی و تجاوز به ناموس علاوه شده بود. بختیار روشنوف نیز همراه آنها دستگیر شده است. یک منبع در دادستانی ولایت سوخ گفت در پرونده او دیگرگونی نیست. پیوندان گمانزدها قبلا آنها را بیگناه دانسته بودند. موقع بازداشت شدگان و وکیلان مدافع آنها به اتهام‌های نو معلوم نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.